تصور کنید که یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ در آغاز کارش به عنوان یک شکست خورده شناخته میشد. چگونه ممکنه کسی که امروز به عنوان یکی از بزرگترین ذهن‌های بشری شناخته میشه، روزگاری به عنوان دانش آموز ضعیف و غیرقابل موفقیت دیده شده باشه؟ در این ویدیو با 5 داستان شگفت‌انگیز شکست‌های بزرگ تو زندگیشون رو به موفقیت‌های فوق‌العاده تبدیل کردن. این داستان‌ها نه تنها الهام بخشن، بلکه نشون میده که حتی در مواجهه با بزرگترین موانع هیچ چیزی نمیتونه جلوی پیروزی شما رو بگیره. برای دیدن این داستان پرانگیزه با من همراه باشید. 1. آلبرت انیشتین، از دانش آموزی ضعیف به دانشمند برتر. آلبرت انیشتین که امروز به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ شناخته میشه، دوران کودکی سختی رو پشت سر گذاشته. اون تو مدرسه به عنوان یک دانش آموز ضعیف شناخته میشه و به دلیل عدم توانی توی صحبت کردنش تا سن 4 سالگی برخی از معلمان اون رو غیر قابل آموزش میدونستن. انیشتین حتی در اولین تلاش خودش برای ورود به دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ شکست خورده، اما این شکست نتونست اون رو متوقف کنه. با تمرکز پشتکار اون به مطالعه فیزیک پرداخت و در نهایت نظریه‌های نسبت خاص آن معرفی کرد که به بنیان‌های فیزیک مدرن تبدیل شد. تو سال 1921 انیشتین جایزه نوبل فیزیک رو برای کشف اثر فوتوالکتریک دریافت کرد و نام خودش رو توی تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین ذهن‌های علمی ثبت کرد. 2. اوپرا وینفری، از مشکلات خانوادگی و اخراج به ملکه رسانه‌ها. اوپرا وینفری که امروزه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ثروتمندترین زن جهان شناخته میشه، تو دوران کودکی خودش با مشکلات جدی خانوادگی و فقر دست و پنجه نرم کرده. اون توی خانواده نابسامان بزرگ شده و توی نوجوانی با تجربیات دردناک خشونت خانگی روبرو بوده. اوپرا در اولین شغل خودش به عنوان گزارشگر تلویزیونی موفق نبوده و به دلیل نداشتن استعداد از کار اخراج شده، اما از این شکست‌ها به عنوان انگیزه‌ای برای پیشرفتش استفاده کرده. اوپرا برنامه تلویزیونی اوپرا وینفری شو رو راه اندازی کرد که به یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی تو تاریخ تبدیل شد. با استفاده از تجربه شخصی خودش، اوپرا به یکی از مهمترین صداهای رسانه‌ای تبدیل شد که زندگی میلیون‌ها نفر رو تحت تاثیر قرار داده. 3. بیل گیتس، از شکست اولین شرکت به ایجاد امپراتوری مایکروسافت. گیتس یکی از بزرگترین پیشگامان صنعت تکنولوژی و مؤسس شرکت مایکروسافت قبل از رسیدن به موفقیت 2 شکست بزرگ رو تجربه کرده. اولین شرکت اون ترافن دیتا که هدفش پردازش داده‌های ترافیکی بوده، به دلیل عدم علاقه بازار به شکست انجامید. اما گیتس از این تجربه درس گرفت و همراه با دوست دوران کودکیش پل آلن مایکروسافت رو تأسیس کرد. مایکروسافت با تمرکز بر نوآوری در نرم افزار به سرعت رشد کرد و ویندوز به یکی از پرکاربردترین سیستم عامل‌های جهان تبدیل شد. گیتس نه تنها به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شده، بلکه با فعالیت‌های خیریه خودش تو بنیاد بیل و ملیندا گیتس به یکی از تاثیرگذارترین افراد تو بهبود سلامت و آموزش در سراسر جهان تبدیل شده. والت دیزنی، از اخراج و ورشکستگی به دنیای جادویی. والت دیزنی، خالق دنیای جادویی دیزنی، قبل از رسیدن به موفقیت‌های بزرگ با شکست‌های متعددی روبرو شد. یک روزنامه به دلیل عدم خلاقیت اخراج شد و اولین شرکت انیمیشن سازیش به ورشکستگی رسید. دیزنی با وجود این مشکلات دست از تلاش نکشید و با ایده‌های جدید و نوآورانش شخصیت‌هایی مثل میکی موس رو خلق کرد که محبوبیت جهانی رسیدن. اون سپس شرکت والت دیزنی رو تأسیس کرد که به یکی از بزرگترین شرکت‌های سرگرمی جهان تبدیل شده. امروزه پارک‌های دیزنی در سراسر جهان و فیلم‌های انیمیشن دیزنی بخشی از خاطرات کودکی میلیون‌ها نفر هستند و والت دیزنی به عنوان یکی از بزرگترین نوآوران صنعت سرگرمی شناخته میشه. هنری فورد، از 2 شکست تجاری به انقلاب در صنعت خودروسازی.
هنری فورد مؤسس شرکت فورد موتور قبل از ایجاد انقلاب در صنعت خودروسازی با 2 شکست تجاری بزرگ روبرو شد. اون 2 شرکت خودروسازی رو تأسیس کرد که هر دو به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی شکست خوردند. اما فورد از این شکست‌ها درس گرفت و با تمرکز روی بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینه‌ها تونست صنعت خودروسازی رو متحول کنه. او با معرفی خط تولید مونتاژ و تولید انبوه خودرو رو به محصول در دسترس برای عموم مردم تبدیل کرد. مدل تی فورد به عنوان یکی از پرفروش‌ترین خودروهای زمان خودش به عنوان نمادی از پیشرفت صنعت خودروسازی تبدیل شد. فورد با نوآوری خودش نه تنها یک شرکت موفق ایجاد کرد، بلکه استانداردهای جدید رو برای صنعت خودرو تعیین کرد. این داستان‌ها به ما آموزش میدن که شکست پایان مسیر نیست، بلکه بخشی از سفر به سوی موفقیته. این افراد بزرگ با پشتکار، نوآوری و اراده قوی از شکست‌های خودشون به عنوان پله‌هایی برای رسیدن به قله‌های موفقیت استفاده کردند. اگر شما هم با چالش‌ها و شکست‌ها روبرو هستید، به یاد داشته باشید که هر مانعی میتونه به فرصتی برای رشد و پیشرفت تبدیل بشه. آیا آماده این که از شکست‌های خودتون به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنید؟ با من همراه باشید و داستان‌های الهام بخش بیشتری رو کشف کنید.